یه سلام پر انرژی به همه یوتیوبرهای عزیز. پارت سومم رسید. امروز بریم ببینیم طبیعت زیبای سیاهجو برامون چه چالش ها و زیبایی هایی داره. خواستم این لحظه ها رو با شما قسمت کنم، پس بیایم با هم دیگه قدم بزنیم تو دل پر از راز و آرامش طبیعت. داشتیم توی سکوت جنگل حل می شدیم که یهو محمد مهدی وارد داستان شد. یک پسر پر انرژی با یه دل بزرگ و مهربان. مهدی برو بگیرش. چی مهدی رو بگیر. مهدی های گیوان آمد اینجا. بگیر. برو دیگه دست ترسیدی. چی شد؟ الان خانومتون گفتی وایس. آره همونجا وایسادی. برو. آقا میگم وسط دل طبیعت یه مافیای حسابی با کلی سوءظن تو روز روشن میچسبه نه؟ بذار شهر بره. بذار ما اصلا باق بدیم. بازی تموم میشه ساره. مگه نمیگی مونا ای صادق خوش اومدی جیگر. فدا صفا باشه، برقرار باش داشت. افتخار دادی اومدی. نوکرتم. با تیم سسود آفرود اومدی بچه‌ها. بچرخ با همراه ما صادق. عشق باشه گل. بچه‌های ژاپنی سوارن اینجا، همه هیئت سوارکاری ژاپن اینجاست به مدیریت یاکوزا. وقتی تو دل جنگل فکر کردیم کنترل کاملا دستمونه، ولی جنگل به همون نشون داد که رئیس واقعی کیه. فقط یه لحظه بود، یه سر خوردن، یه درخت و قلبمون که ایستاد. یاسر به پوز ماشینت زدی تر. ایشون که میبینیم با ماشین رفته تو رودخونه علی آقاست. علی آقا از جنس طبیعته، ولی نه یه طبیعتی که بشینی و تماشاش کنی، اون طبیعتی که کلی چالش و ماجراجویی داشته باشه. علی آقا اعتقاد داره که باید دریا رو بیاره تو ماشینه. بله اینجاست که همیشه یک 6 سیلندر خفن ناجی 4 سیلندر است. دریا رو آورد تو ماشین. بگم یه چیزی رفت. اینم از پایان سفر ما به جنگل سیاهجو، لحظه های نابی که تو قاب خاطره هامون ثبت شد. اگه شما هم از سفر ما لذت بردین، یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید.